همین صدمه‌ای که مادری من برداشت دیگر هیچ وقت سلامتیش برقرار نشد. هر یک صحبتی که با مادر میکردم میگفت که شمس‌دین کی دختر میشه، شمس‌دین کی دختر میشه که مرا خود توبت کنی. وقتی رفتیم به جایمز صدمه маршруткаро поизад ҳаст ва тамоми нафароне ки дар он ҳам маршрутка будам қисмати зиёдаш фавтидааст аз он ҷумла писари ман. زندگی نامرد است تقدیری پستم داد در عینی جوانی سر شکستم داد زندگی نامرد است تقدیری پستم داد گرفتیم بردیم بالای دست جای دریدگیش سوختم روزگاری تلخ و سنگین را به دستم همگی دهمون نگذشت. زین‌الدینی که من گفتم همون لحظه ای که زین‌الدین بعد 10 ماه درگذشت فردوس در 24 دکمبر گذشت. سال دیگر زین‌الدین روزی 3 اکتبر گذشت. بایم صدمه شد. زندگی زندگی خوجان رفته بودم در رو برمیگشتم در برزوب رسیده بودیم. برزوب هم گذشته بودیم به طرف دوشنبه با یک دوستم در ماشین من اومده ایستادیم تلفن کرده که صدرالدین درگذشت اونم با بغل کردیم بودیم. در همین زندگی من بخت سوال میتیم دویم بختم سوال میتیم ای خدا برای چی با من شانس نمیدید که به واسطه همین هنر خدمت طبیبی خدمت همین برای عزیزای خدمتم برای چی فقط وقتی خبر میوان که الکی جون دادن وقتی که میرسم با بالای سرشون الکی مردگی چی با ما بیمارداری در عزیزانی خدمت کردن نمیتونم همه چیز رو مجبور بکنن 100 بار 1000 بار اگر تقدیر همین است پس خدا داناتر است من باید به دیگران خدمت کنم. طبیب حقیقی آدمی می شود که درد داشته باشد. طبیب آدمی می تواند شده که درد حس کند. یک عباره بسیار بسیار که من دوست می دارم میگه که احساس سوختن به تماشا نمی شود. احساس سوختن به تماشا نمی شود آتش به کف بگیر که بدانیش میکشد. عشقامو تو پاک میکردی کاش برای بار آخر من صدات میزدم و باز تو میگفتی جان مادر کاش میشد حتی یه لحظه در کنار تو بشینم اگه تو بودی
رفتی نذار اشکاتو ببینم.